بچه‌ها چطوری؟ من پدرام بامبی هستم. اومدیم به یه ویدیوی دیگه. بچه امروز اومدیم تفنگ دستی درست کنیم بی خطر، ولی به دوستاتون نزنید لطفا که یکم خطر داره. بریم بسازیم. یه دونه دوتا نوشابه سرشو میزنین، بعد به هم میچسبونین. وایسین اول یکم اینجاهاشو قشنگ باش میبینید داغ نمیشه. سوختم. خب اینجاهاشو قشنگ عالی. بچه وایسی این داغ بشه من بیام. نه داره میزن. شد. وایسی من اینها رو قشنگ سرشونو صاف کنم. خب بچه من دوتاش هم درست کردم. تار که نمیافت بچه. خب بچه من این سرشون رو قشنگ خوب کردم. بایستی یکم من جوری تمیز بکنم که هر بچه حتما مواظب دستتون باشی. به دوستاتون هم شلیک نکنید چون که یکم خطره. بعد اینا رو با هم میچسبونید واسه با چسب حرارتی. نیکلاس وایسی نتون. خب بچه اینگه میزنید گرم بشه که اینجوری بیاد. تا که نمیافت. قشنگ اینجا رو چسب میزنی. خیلی خوب باش با چسب رازی هم میشه، چون که من چسب رازی نداشتم از اینا داشتم از این استفاده میکنم. قشنگ اینجا رو چسب میکنم. لایک و سابم یادتون نره حتما. لایک ساب اون زنگوله کوچیکم بزنید وقتی ویدیو بزنم با خبر به. قشنگ اینا رو اینجوری چسب زنید. ای وای افتاد. خب قشنگ چسب زدی اینا با هم میچسبید. اینا که وقتی قشنگ به هم چسبیده دورشون نمیدون کم چسب میزن. تا که نمیافت. خب اینجا دورشون هم چسب میزنیم که هوا نیاد بیرون. بچه تو رو خدا لایک و ساب یادتون نره. بچه کار ما تموم شد. یه دونه کاغذ رو گرد میکنیم و میذاریم بالای نی و اینم که جای فندکه. باز میکنیم. خب اینجا رو قشنگ باز میکنیم و توی اینجا یک دو. خب اینجا که زدیم میبندیم قشنگ بستیم. حالا اگر اینو یه دونه بزنیم الله تا دیدین خیلی خوبه. مرسی که این ویدیو تماشا کردین تا آخرش. اگه تا اینجا نگاه کردین که قلب قرمز بزن تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.